بچه چطورید؟ خیلی 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 خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه از چنل استرنجر ایگل. بچه یه ویدیو خیلی خفن داریم رکورد میکنیم همین الان که دارید شما این ویدیو رو نگاه میکنید. خیلی ممنون میشم قبل از تماشای این ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید، حتما یه کامنت خفن برامون بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید. اگر هم که دوست داشتید اینستاگرام ما هم فالو کنید. خیلی ممنونم ازتون. حالا بریم سراغ موضوع اصلی ویدیو. بچه حالا میدونید دیگه گارنا فری فایر چند وقتی که آپدیت داده و میگذره از آپدیت و آپدیتش مثل قدیم نیست که سنسیویتی رو تا 100 بشه پر کرد و الان سنسیویتی شده تا 200 و کلا سنسا تغییر کرده بود و اینا و کلا مثلا من خودم طبق همون سنسی که قبلا داشتم رفتم ولی 2 برابر کردم. رفتم تو گیم اصلا کلا هدشات زدن خیلی سخت بود. برای یه چند تا سنس رو تست کردم و به سنس تقریبا خیلی خوب و میشه باهاش هدشات زد رسیدم و قراره تو این ویدیو به شما بگم. و یه گیم پلی خیلی کوتاهی هم باهاش رکورد کردم که اگه دوست داشتید میتونید اونم ببینید و ببینید دیگه سطح گیم پلی چطوریه دیگه با این سنس جدیدی که من میخوام بهتون بگم. این سنس خب برای مثلا گانه وان شاتی بیشتر، مثلا بخوای فشاری هم بزنی که دیگه با هر سنسی میشه دیگه، اصلا کلا اون که بحثش شداست و یه سبک کلا گیم پلی مخصوصی من گیم پلی رکورد کردم و میبینید الان براتون میذارم گیم پلی رو تماشا کنید.
خب امیدوارم که از دیدن این گیم پلی جذاب که یه سبک خیلی خفنی از گیم پلی فری فایر هسته و با این سنس جدیدی که من داخل آپدیت جدید برای خودم زدم اینو تست کردیم و هدشات هم واقعا قشنگ میشه زد باش، ولی به سنسی که قبلا داشتم نمیرسه متاسفانه. و این شما و اینم سنسی که بهتون گفتم. خیلی تو کامنت ها بچه ازم خواسته بودید خیلی و هی میگفتین سنس نشان بدی بهمون سنس و خیلی خلاصه داخل کامنت ها ازم خواسته بودید و منم گفتم این ویدیو رو براتون رکورد کنم، شاید به دردتون بخوره و براتون مفید بوده باشه. حرف دیگه نمیمونه، فقط میخوام که نظرتون رو حتما راجع به گیم پلی که دیدید، اگر دیدید که خیلی دمتون گرمه، اگرم که ندیدین فدای سرتون. و اینو بهتون بگم که سنس بخشی از هدشات زدن ها، نه اینکه مثلا بگی من این سنس رو میزنم دیگه همه رو هدشات میزنم، نه، بخشی از هدشاته و بخش دیگرش هم مثلا HUD یا همون هاد که باید خودتون درست کنید و اگر استقبال از این ویدیو بالا باشه یه هاد خیلی خوبی هم براتون حتما رکورد میکنم و براتون میذارم اگر دوست داشته باشید البته و این ویدیو استقبال خیلی خوبی بگیره، لایکاش بالا باشه، کامنت هایی که میگیرم مثبت و بالا باشه و همین دیگه. اسم این سبک گیم پلی هم اگه دوست داشتین بگی، من خودم واقعا نمیدونم، بشین پاشو هدشات بزن مزگان باشه هر چی هسته دیگه داخل کامنت ها بگید. واقعا من نمیدونم اسم این هدشات باشه، اسم این حالت چی بهش میگن گیم پلی. و مرسی بابت اینکه این همه منو حمایت میکنید، واقعا خیلی ازتون ممنونم بچه ها، این همه حمایت میکنید. اینستاگرام ما همین الان روی صفحه میاد، حتما اگر دوست داشتید فالو کنید و این ویدیو رو لایک کنید. حرفی دیگه نمیمونه، مرسی که نگاه کردید، خیلی ممنونم از همتون. کوچیک شما استرینجر ایگل.